با نام و یاد خدای مهربان خالق زیبایی ها و با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم. با یکی دیگر از مباحث درس ریاضی پایه ابتدایی در خدمت شما دوستان خوبم خواهم بود. بحثی که امروز ارائه خواهم کرد راجع به بخش پذیری هست. یکی از کاربردی ترین مباحث ریاضی که اتفاقا هر روز خواسته و ناخواسته باهاش سر و کار داریم. قبل از هر توضیحی مثل همیشه یک تعریف از موضوع مورد بحثمون ارائه می کنم. بخش پذیری: هرگاه عددی را بر عددی تقسیم کنیم و باقی مانده این تقسیم صفر باشد، گوییم عدد اول بر عدد دوم بخش پذیر است. این یک تعریف کتابی و رسمی بود که مطمئنم راجع بهش شنیدید و من میخوام با توضیح و مثالهای خودمونی‌تر درس امروز رو پیش ببرم. امروز با بخش پذیری اعداد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 آشنا خواهیم شد. پس مثل همیشه صدای من در خدمت حواس جمع شما دوستان گلم خواهد بود. با بخش پذیری بر دو کار رو شروع میکنیم. دوستان عزیز، اصلا فرقی نمیکنه چه عددی رو به ما میدن و اون عدد چه ارقامی داشته باشه. برای اینکه بدونیم اون عدد بر دو بخش پذیر هست یا نه، کافیه به رقم یکان اون عدد نگاه کنیم. اگر رقم یکان اون عدد 0، 2، 4، 6 و 8 بود که دقت میکنید که این اعداد همشون زوج هستن، مطمئن میشیم که باقی مانده تقسیم اون عدد بر دو برابر 0 خواهد بود. یک بار دیگه اینجا رو توضیح میدم. ما به یکان اون عدد نگاه میکنیم، هر عدد به ما داده باشن. اگر یکان اون عدد 0، 2، 4، 6 و 8 بود، یکی از اینا، اون وقت میگیم عدد ما بر دو بخش پذیر است، یعنی باقی مانده تقسیم اون عدد بر دو برابر 0 خواهد بود. حالا بیایید با یک مثال کار رو ادامه بدیم. همه شما شیر رو دوست دارید، مخصوصا از این شیرهای لیوانی که توی مدارس میدن. البته چند وقتیه مدرسه ما رو قطع کردن. خب کی دوست داره شیر؟ بله، همه شما شیر رو دوست دارید مثل من 2 تا دوست خوب دارم که اونا هم شیر رو دوست دارن. همه شما این 2 تا دوست خوب منو میشناسید. من یه تعداد شیر دارم از این شیرهای لیوانی، نمیدونم تعدادش چند تاست. خب بیایید این شیرها رو بین این 2 تا دوستمون تقسیم کنیم. چی گفتم؟ بین 2 تا دوستمون. من میخوام ببینم آیا این تعداد لیوان شیرایی که دارم به 2 بخش پذیر هست یا نه. خب یه شیر به جری بدیم، یه شیر به تام بدیم، همینطوری یکی یکی تقسیمش میکنم تا حالا به هر کدوم 3 تا رسیده. اینم 4 تا، اینم 5 تا، 6 تا، 7 تا. به هر کدوم 7 تا رسیده. درسته؟ 2 تا 7 تا میشه؟ بله، 14 تا میشه. پس ما نگاه کنیم به این عدد 14. رقم یکانش چنده؟ 4. میبینید رقم یکانش زوجه. پس وقتی رقم یکان زوج بود، ما مطمئن میشیم باقی مانده ما 0 خواهد بود. هیچ اینجا لیوان شیر برای من باقی نمونده. بیایید با هم چند تا تمرین حل بکنیم برای اینکه بدونیم چه اعدادی بر دو بخش پذیر هستن. خب قرار چی بود؟ کنترل رقم یکان. اصلا فرقی نمیکنه عدد من چند رقمی باشه، من فقط با رقم یکانش کار دارم. رقم یکانش زوج باشه، یکی از این اعداد باشه. رقم یکانش چند؟ 6. 6 های جزو اعداد زوج هست؟ بله. پس عددی که اینجا دارم 16 بر دو بخش پذیره. این چطور؟ رقم یکانش زوجه؟ یکی از اینا هست؟ نه.
پس این عدد بر دو بخش پذیر نیست. بخش پذیر نیست یعنی چی؟ یعنی اگر این عدد 755 رو تقسیم بر 2 بکنیم، باقی مانده برای ما به دست میاد در اون تقسیم. یعنی اگر این تعداد لیوان شیر رو بین این دوتا دوستمون بخوایم به طور مساوی تقسیم بکنیم، به هر دوتاشون میرسه یه تعداد، آخرش یه دونه باقی میمونه، ولی ما نمیخوایم چیزی باقی بمونه، پس بخش پذیر نیست. این عدد چطور؟ رقم یکانش چنده؟ صفره. صفرم جزو اعداد زوج هست، پس این عدد میتونه بر دو بخش پذیر باشه. 100 تا لیوان شیر رو بین این دوتا دوستمون تقسیم کنیم، به هر کدوم 50 تا میرسه و چیزی باقی نمیمونه. این عدد چطور؟ رقم یکانش یک جزو اعداد زوج هست؟ نه، پس این عدد بر دو بخش پذیر نیست. این عدد چطور؟ بله، بخش پذیر هست. این عدد؟ بله هست. این عدد؟ نه، رقم یکانش زوج نیست، پس بخش پذیر نیست. این عدد؟ شما بگید. بله درسته. میرسیم به بخش پذیری اعداد بر 3. یعنی چه عددی رو بر 3 تقسیم کنیم باقی مانده 0 حاصل میشه. دوستان عزیز، روش کار به این صورت است که خب یه تعداد عدد به ما دادن، میخوان از ما بپرسن کدوم یکی از این اعداد بر 3 بخش پذیر است. فرقی هم نمیکنه، هر چند رقمی هم میخواد باشه. اصلا یه 79 بنویسیم، 603 مینویسم، فرقی نمیکنه اعداد من چه رقمی باشه. حالا تصادفی اینطوری نوشتم، اینا رو اضافه کردم که با هم بعداً محاسبه بکنیم. خب اساس کار اینه. بله، جمع. چطور؟ به این صورت که ما میایم بین اعدادمون هر چند رقمی که هستن، فرقی نمیکنه، میایم علامت جمع اضافه میکنیم. خب حالا میایم حاصل این عدد رو به دست میاریم. 9 و 7 میشه 16، 16 و 5 میشه 21، 21 و 6 میشه 27. آیا اگر من 27 رو تقسیم بر 3 بکنم، باقی مانده که به دست میاد برابر 0 خواهد بود؟ بله، 3 رو اگه ضرب در 9 بکنم میاد 27. پس یعنی این عدد 9756 رو اگر من تقسیم بر 56 تقسیم بر 3 بکنم، حتما باقی مانده ای که به دست میاد برابر 0 خواهد بود. اینو من مطمئنم، خودتون امتحان کنید خواهید دید. این یکی عدد 79 پاسخش چند میاد؟ 16. آیا 16 جزو مضرب های 3 هست یا نه؟ 16 رو اگه تقسیم بر 3 بکنیم باقی مانده 0 به دست میاد یا نه؟ خب جواب ما نه است. پس اگر من 79 رو تقسیم بر 3 بکنم باقی مانده 0 به دست نمیاد. بیایید امتحانش بکنیم دیگه. 79 تقسیم بر 3، 3 دوتا میشه 6 تا، باقی مانده میاد 1، 9 هم اینجا اضافه میکنیم، 3 6 تا 18 تا، باقی مانده من چند اومد؟ 1 اومد. پس حدسی که زده بودیم با استفاده از اون روشی که یاد گرفتیم درست بود. حالا دوباره بیایی بین اعداد علامت جمع رو اضافه کنیم. 2 8 10 به علاوه 0 همون 10 میشه، به علاوه 8 18. خب 18 آیا بر 3 بخش پذیر است؟ بله دیگه. اگه 3 بنویسیم اینجا 3 6 تا 18 تا، پس این عدد هم بر 3 بخش پذیر است. یعنی اگر 2808 رو تقسیم بر 3 بکنیم برابر 0 خواهد بود باقی مانده من. حالا این یکی هم خودتون حساب کنید دیگه. بین اعداد به علاوه رو میذارم، فیلم رو نگه دارید، حاصل جمعش رو به دست بیارید و بعد سریع به حساب کنید ببینید آیا جزو مضرب های 3 هست یا نه. تقسیم بر 3 بکنید، جواب اگه اومد
راحت‌تر. چرا این کار رو میکنیم؟ دوستان عزیز دقت کنید، میبینید اعداد ما اینجا تعدادش زیاده، تقسیم اینا یه کمی طولانی تر به دست میاد، ولی اعدادی که از حاصل جمع این اعداد به دست میاد یه عدد دو رقمی نهایت میشه. زیاد عدد بزرگی نیست. اعداد دو رقمی هم ما جدول ضرب رو تقریبا حفظیم دیگه، درسته؟ تقریبا نه دقیقاً همش رو حفظ کردیم دیگه، چون قبلش قول گرفته بودم که جدول ضرب رو حتما حفظ باشید. خیلی بعد دانش آموز پایه پنجم ششم کامل جدول ضرب و حفظ نباشه. خب وقتی عدد ما دو رقمیه میتونیم مضربه‌هاشو سریع به یادمون بیاریم و ببینیم که آیا جزء حاصل ضرب اعداد بر 2 3 4 5 6 که روی 3 داریم پاسخش توی این ردیف هست یا نه. خب شما به من بگید حاصل 3394 اگه جمع بذاریم وسطشون به دست بیاد چه عددی میاد؟ بله عدد 19 به دست میاد. آیا تو این ردیف جدول ضربی که 3 داشتیم، 3 2 تا 6 تا 3 تا 9 تا 19 تو این مضربا داریم؟ مضربای 3 نه. پس این عدد رو اگر تقسیم بر 3 بکنیم، یعنی اگه این تعداد شیر داشته باشیم و بخوایم بین 3 نفر تقسیم کنیم، حتما باقی مانده میاد. نمیشه به همشون به تعداد مساوی تقسیم کرد. 603 چطور؟ بین این اعداد جمع میزنیم. 6 و 3 میشه 9. 9 تقسیم بر 3 باقی مانده میاد 0. 3 تا میشه 9 تا و باقی مانده من میاد 0. پس اگر 603 تا من شیر داشته باشم و بین 3 نفر تقسیم بکنم، همشون تعداد مساوی خواهند گرفت و باقی مانده برای خودم باقی نخواهد ماند. این رو خودتون دیگه حساب کنید، من با پاسخش کاری ندارم. میرسیم به بخش پذیری اعداد بر 9. شاید از من سوال بپرسید که چرا دارم 9 رو همراه با 3 توضیح میدم. ببینید بخش پذیری اعداد بر 9 روشش دقیقاً و عیناً مثل روش بخش پذیری اعداد بر 3 است. یعنی ما بین اعداد علامت جمع میزنیم و پاسخی که به دست میاد رو تقسیم بر چند میکنیم؟ 9 میکنیم. حالا اینجا تصادفاً 9 در اومد، 1 ضرب در 9 پاسخ 9 میاد و باقی مانده 0. پس عدد 81 بر 9 بخش پذیر است. اگر من 81 تا سیب داشته باشم و بین 9 نفر تقسیم میکنم، به همه اونا به تعداد مساوی میرسه و باقی مانده چیزی نمیمونه و میگیم 81 بر 9 بخش پذیر است. حالا این یکی عدد رو کنترل کنیم. بین اعداد علامت جمع، حاصل رو به دست میاریم 10. آیا 10 جزو مضرب‌های 9 هست؟ نه. یه بار یکی از بچه‌ها از من پرسید آقا این هم میگی مضرب یعنی چی؟ خندیدم گفتم یعنی تا حالا شما پای شم اومدین متوجه نشدین وقتی صحبت از مضرب‌های 9 میشه یا صحبت از مضرب‌های 3 میشه یعنی چی؟ خب الان توضیح میدم. دوست خوب من دقت کنید، وقتی صحبت از مضرب یک عدد میشه، این جدول رو میبینید اینجا به این قشنگی کشیده شده. البته کار من نیست، اینو از اینترنت برداشتم. خب وقتی صحبت از مضرب‌های 9 میشه یا صحبت از مضرب‌های 4 میشه، 3 میشه، هر عددی فرق نمیکنه، ما میایم وقتی میگیم مثال یکیشو در نظر بگیریم، مضرب‌های 3 رو به ترتیب 1 2 3 4 5 تا هر کجا که دوست داشتی ضرب میکنیم تا بی نهایت. پاسخ‌هایی که به ما میرسه به این پاسخ‌ها میگیم مضرب 3. یعنی 3 رو در یک عددی ضرب میکنیم، فرق نمیکنه. حالا اینجا تا 10 نوشته، شما 3 رو ضرب در 1000 بکن، فرق نمیکنه. پاسخی که به دست میاد میشه مضرب 3. پس میتونیم یه نتیجه گیری خیلی عالی بکنیم. اون نتیجه گیری اینه: تمام مضرب‌های یک عدد بر اون عدد بخش پذیر هستن. پس وقتی ما صحبت از بخش پذیری میکنیم، در واقع صحبت از مضرب‌های اون عدد میکنیم. خب برگردیم به مثالامون. 10 هم که اگر تقسیم بر 9 بکنیم، باقی ماندمون
1 میاد. پس اگر من 523 رو تقسیم بر 9 بکنم حتما برای من باقی مانده خواهد اومد و جوابش با 0 برابر نیست. این یکی اعدادم ازتون خواهش میکنم خودتون پاسخش رو به دست بیارید، فیلم رو نگه دارید و ببینید که آیا این اعداد بر 9 بخش پذیر هستند یا نه. خیلی دوست دارم وقتی من توضیح میدم قلم و کاغذ دم دستتون باشه. بعضی جاها رو فیلم رو نگه دارید، خودتون با استفاده از اون روشی که من توضیح دادم پاسخ رو به دست بیارید و کنترل کنید. رسیدیم به بخش پذیری اعداد بر 6. اگر بخش پذیری اعداد بر 2 و بخش پذیری اعداد بر 3 رو یاد گرفته باشید این مبحث خیلی آسان خواهد بود براتون، چون اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشن. من به دانش آموزان خودم میگم که بچه‌ها وقتی به شما یه عددی میدن و میخواید بدونید که بر 6 بخش پذیر است یا نه، بیایید 2 مرحله کار انجام بدید. 1. اول کنترل کنید ببینید اون عدد بر 2 بخش پذیر هست یا نه. چه اعدادی بر 2 بخش پذیر بودن؟ اعدادی که رقم یکان آنها زوج باشد. پس آسان ترین کار بکنیم قبل از اینکه 3 رو انجام بدیم اول 2 رو کنترل کنیم ببینیم رقم یکانش زوج هست یا نه. اگه زوج بود بریم مرحله دوم رو کنترل کنیم. این عدد مرحله اول رو قبول شد، حالا مرحله دوم رو کنترل میکنیم. بین اعداد علامت به علاوه میذاریم. 1 و 8 میشه 9 هم که بر 3 بخش پذیر است. پس از هر دو مرحله قبول شد. در نتیجه این عدد بر 6 بخش پذیر هست. حالا این عدد رو کنترل کنیم. اول رقم یکانش رو کنترل میکنیم 0 چون زوجه بر 2 بخش پذیره. حالا بیایم بین اعداد علامت جمع بزنیم ببینیم آیا بر 3 بخش پذیر هست. 6 به علاوه 0 به علاوه 0 به علاوه 0 میشه همون 6 هم که جزو مضرب های 3 هست، پس بر 3 بخش پذیره. چون هر دو تا تیکو خورد پس این عدد بر 6 بخش پذیره. بیایم اینجا اول ببینیم بر 2 بخش پذیر هست. نه. پس چون از مرحله اول قبول نشد دیگه مرحله بعدی رو کنترل نمی کنیم. برای ما مهمه که حتما هر دو تا شرط رو داشته باشیم. اگه یکی از شرط ها باشه و شرط بعدی نباشه این برای ما قابل قبول نیست و اون عدد بر 6 بخش پذیر نخواهد بود. خب مرحله اول چک کردن بخش پذیری عدد بر 2 بود، درسته؟ پس مرحله اول رو قبول شد. حالا بیایم بین اعداد علامت جمع بزنیم. 7 و 2 9 به علاوه 1 10 10 و 4 میشه 14. آیا 14 جزو مضرب های 3 هست؟ نه. پس در نتیجه این عدد بر 6 بخش پذیر نیست. یعنی این تعداد اگه سیب داشته باشیم و بین 6 نفر بخوایم تقسیم بکنیم حتما برای ما باقی مانده خواهد بود. یکی از دوستان به من یه چیزی رو یادآوری کرده بود الان یادم افتاد. از من خواسته شده بود این بالاها زیاد چیزی ننویسم. میگفت پروژکتور کلاس ما این قسمت بالایی رو نشون نمیده، روی دیوار میفته. انشالله از اسلایدهای بعدی حتما این مطلب رو رعایت میکنم. قبل از آموزش بخش پذیری اعداد بر 4 خیلی دلم میخواد بخش پذیری اعداد بر 5 رو بهتون آموزش بدم. انقدر آسونه که بعضی وقتا خندم میگیره وقتی این مبحث رو دارم آموزش میدم. ببینید بخش پذیری اعداد بر 5 خیلی آسونه. رقم یکان عددها رو کنترل میکنیم. اگر رقم یکان 5 بود یا 0 بود هر کدومش میگیم اون عدد بر 5 بخش پذیره. پس کار سختمون اینه رقم یکان رو نگاه کنیم. اگر 5 یا 0 بود میگیم بر 5 بخش پذیره. اگر هم نبود که میگیم بخش پذیر نیست. این عدد بر 5 بخش پذیر هست؟ بله هست. یعنی اگه من 15 تا سیب داشته باشم و بخوام بین 5 نفر تقسیم کنم به همشون تعداد مساوی میرسه و چیز باقی نمونه. اگه به این جدولم نگاه کنیم 15 جزو مضرب های
5 هست. خب اینجا نگاه کنیم، رقم یکان چنده؟ 1. آیا بر 5 بخش پذیر است؟ با این یکی اعداد کاری نداریم ما، چه 0 باشه و چه 5 اصلا مهم نیست. برای ما ملاک رقم یکانه، مثل بخش پذیر 2 که ملاک برای ما رقم یکان بود که زوج باشه. پس یه سوال میخوام اینجا بپرسم، اگه یه عددی داشته باشیم مثل 230، دقت کنید این عدد رقم یکانه چنده؟ 0. پس ما میتونیم یه نتیجه بگیریم، این عدد هم بر 5 بخش پذیره هم بر، بگید شما، درسته، 2. پس 230 هم بر 5 بخش پذیره هم بر 2. هم میتونیم به بین 5 نفر این تعداد سیب رو، 230 تا سیب رو تقسیم کنیم باقی مانده چیزی نمونه، هم بین 2 نفر. حالا اگه این عقبش یه یک رو داشت، عدد جدیدی که اینجا نوشته شد 1230 هم بر 5 بخش پذیره، چرا؟ چون رقم یکانش 0. هم بر 2 بخش پذیره، درسته؟ چرا؟ چون رقم یکانش زوجه. هم بر 3 بخش پذیره، چرا؟ اگر بین این عدد و علامت جمع بذاریم حاصلش میشه 6. 6 هم بر 3 بخش پذیره. و هم بر 6 بخش پذیره، چرا؟ چون هم بر 2 بخش پذیر شد هم بر 3، درسته؟ پس بر 6 هم بخش پذیر. میبینی یه عدد میتونه بر چندین عدد بخش پذیر باشه. جالب بود نه؟ خب بریم سراغ بخش پذیر اعداد بر 4. و اما آخرین بخش آموزش امروز ما بخش پذیری اعداد بر 4 است. 3 تا نکته بهتون یاد میدم دوستان خوب من. شما برای بخش پذیری اعداد بر 4 این 3 تا نکته رو به یاد داشته باشید دیگه کارتون تمام هست. اولین مورد، بهتر از پایین شروع کنیم. 2 رقم سمت راست هر عددی که 0 باشد اون عدد بر 4 بخش پذیر است. پس ما روی اعداد 3 رقم به بالا اول این رو کنترل کنیم. 2 رقم سمت راستش اگه 0 بود پس میگیم اون عدد بر 4 بخش پذیر است. چند اینجا مثال دارم دقت کنید. 2 رقم سمت راستش 0 هست دیگه، با این 2 تا بالایی کاری نداریم. نگاه میکنیم این عدد میگیم بر 4 بخش پذیر است. خب این یکی ها که این قانون شامل حالشون نشد. بریم 2 تای بالایی. 2 رقم آخر بر 4 بخش پذیر باشد. این 2 رقم آخر چه عددی حاصل شده؟ 26. آیا 26 جزو مضرب های 4 هست؟ نه نیست. پس اون وقت میایم قانون بعدی رو روش کنترل میکنیم. قانون بعدی چی میگه؟ میگه یکانو بردار، دهگانم ضرب در 2 کن، با هم جمعشون کن. 10گانو ضرب در 2 میکنم میشه 4، درسته؟ به علاوه یکانش میکنم. پاسخ چند میاد؟ 10. آیا 10 بر 4 بخش پذیر هست؟ نه. پس این عدد به کل بر 4 بخش پذیر نیست. حالا میایم این عدد رو کنترل میکنیم. 2 رقم سمت راستش که 0 نیست. 2 تای بالایی رو کنترل میکنم. 2 رقم آخرش جزو مضرب های 4 میتونه باشه. یا بیایید در بالایی رو کنترل کنیم. 5 رو ضرب در 2 میکنم چند میاد؟ میاد 10. به علاوه یکانش میکنم میاد چند؟ 12. 12 جزو مضرب های 4 هست دیگه. 3 4 تا 12 تا. پس میگم این عدد رو اگر بر 4 تقسیم بکنم حتما باقی مانده من 0 خواهد بود. حالا بیایید اینو کنترل کنیم. 3 رو ضرب در 2 میکنم میاد 6. 6 رو به علاوه 5 بکنم میاد 11. آیا 11 جز مضرب های 4 هست؟ نه. پس میگیم این عدد بر 4 بخش پذیر نیست. به پایان یکی دیگر از مباحث آموزشیمون رسیدیم. مثل همیشه
راه‌های ارتباطی رو در اختیار شما قرار میدم. منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما دوستان خوبم هستم. با آرزوی موفقیت برای تمام شما دوستان عزیزم.